درود به همه شما دوستان و خوش آمدید به کانال بلو اسکرین. با یه آموزش دیگه در مورد نورپردازی به صورت شکسته روی صورت در خدمتتون هستم. روی این تصویر می‌خوایم یه نورپردازی رنگی انجام بدیم و یه انعکاس نور روش بندازیم ولی به صورت شکسته. برای شروع کار از منوی سمت چپ پن تولز رو انتخاب می‌کنیم و روی تصویر به صورت فرضی یک مسیر رو برای ماسک شدن می‌کشیم و همین شکلی که می‌بینید. بعد از اینکه کار رو انجام دادیم از این قسمت بالا سلکشن رو میزنیم و اوکی میکنیم تا ماسک تشکیل بشه. حالا از قسمت پایین روی آیکون ادجاستمنت کلیک میکنیم و یه لایه برایتنس اند کانتراست تشکیل میدیم. از این بالا برایتنس زیاد میکنیم تا مسیری رو که انتخاب کردیم نورش زیاد بشه و قابل مشاهده باشه. بعد از اون باز از همین منو ماسک رو انتخاب میکنیم و این بار فدرمون رو زیاد میکنیم تا به اون طرح دلخواهمون و پخش شدن نور برسیم. حالا در حالی که همون لایه برایتنسمون رو انتخاب کردیم از قسمت پایین بازم روی دکمه ادجاستمنت کلیک میکنیم و این بار اکسپوژر رو انتخاب میکنیم تا یه لایه جدید تشکیل بشه. حالا که لایه جدید تشکیل شد برمیگردیم مجددا روی لایه برایتنس کلیک میکنیم، با نگه داشتن کلید آلت و درگ کردن این لایه اونو به لایه اکسپوژر هم انتقال میدیم به این شکل. حالا لایه اکسپوژر که لایه بالایی هست انتخاب میکنیم، از منوی بالا سلکت رو انتخاب میکنیم، ادجاستمنت و اینورت. در حالی که همون لایه اکسپوژر انتخاب شده است از قسمت بالا میایم به منوی سمت چپش همینجوری که میبینید و اکسپوژر رو زیاد میکنیم تا قسمت های خارج از این بخشی که انتخاب کردیم رو بتونیم تیر رو روشن کنیم. بعد از این کار میایم پایین روی علامت به اضافه کلیک میکنیم تا یه لایه جدید تشکیل بشه. لایه جدید انتخاب میکنیم، رنگی که مد نظرمون هست مثلا نارنجی رو انتخاب میکنیم. بعد از اون با استفاده از براش تولز یه مقدار اندازه قلممون رو بزرگ میکنیم و درست روی همین قسمتی که مجزا کردیم و نور بیشتری داره با این قلم یه بار میکشیم و اون رو رنگ میکنیم. مرحله بعدی اینه که برای همین لایه‌ای که داشتیم روش کار میکردیم از این قسمت و از دراپ منوی که اینجا هست اوورلای رو انتخاب کنیم. حالا نوبت اوپاسیتیه که اوپاسیتیش یه مقدار کم کنیم به اندازه دلخواهی که میخوایم به این شکل. بعد از اینکه این کارم کردیم و اوپاسیتی رو تنظیم کردیم اول لایه برایتنس رو انتخاب میکنیم و مقدار فدر رو بالا پایین میکنیم تا به تنظیمات دلخواهمون برسیم. لایه اکسپوژر رو مجددا انتخاب میکنیم و فدرمون رو تغییر میدیم تا به اون نورپردازی مطلوبی که میخوایم برسیم. اگر هم بخوایم محل این نورپردازی رو صورت تغییر بدیم کافیه که لایه اول تا سوم رو بدون بک‌گراندمون با شیفت انتخاب کنیم و با استفاده از کلید موومنت با انتخاب اون از سمت چپ محل قرارگیریش رو میتونیم تغییر بدیم و اون رو به هر جایی که دوست داریم انتقال بدیم. اگر سوالی در این زمینه داشتین یا نیاز به راهنمایی بود حتما برای من کامنت بذارین و مطمئن باشین که به همه کامنت ها جواب میدم. با لایک کردن و سابسکرایب کردن هم میتونین این کانال رو حمایت بکنید و همین که از سایر ویدیوهایی که در مورد آموزش رایگان فتوشاپ و نرم افزارهای دیگه هم هست استفاده کنید. پس تا آموزش بعدی بدرود.